آخه این فاکس چی داره میگه اینجا؟ اهدای رایگان آخه کریسمس؟ چه عالی، گریت عالیه واقعا. من خیلی خوشحال شدم، خیلی خوبه. داد ولی ما بدهی زیاد داریم، باید. داد جان داد where are you کجایی پسرم؟ دیوید بیا کام I'm coming hello bro پسرم hello حالت خوبه؟ قربان پسر خوبی دیگه داره کریسمس میشه، yeah buddy yeah یه سال جدید. yeah new خب year میدونیم ما با هم مالیات بدیم، دستمون خالیه این ما. tax yes مامانت کجاست اسکارلت؟ محترم پسرم من یادم رفت مادرت فوت کرد. جاش بری خالی خیلی واقعا دیگه راست نشد از موقعی که اسکارلت هم رفت. چی راست نشد excuse me؟ چی راست نشد به تو ربطی نداره پسر جون. مرد آقا بده ببینم سلام خانم، حالا چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ چی شده؟ امسال یه خواهر خرابت داره چیکار میکنه؟ چیکار خواهر من داری؟ ها؟ واسه کریسمس داره چیکار؟ پارسال یادت چطور زد تو سوقمون؟ دیدی چطور زدن از ما جلو؟ امسال نباید کم بیاری یا هر کاری کردن 3 برابرش میذاری وسط. فهمیدی یا نه؟ بابات مسیحیه، مامانت مسیحیه، من مسیحیم. خواهر خرابت مسیحیه؟ با من چه؟ زندگی طرف به من چه؟ یعنی چی به من چه؟ من نمیتونم یه عید نوروز رو هندل کنم، برام کریسمس رو هندل کنم، به من چه؟ اینجوریه؟ آره اینجوریه؟ ببین میری وام میگیری، میری ماشین تو میفروشی، این لباس تو تنت هم شده میفروشی، امسال بزرگترین جشن کریسمس رو میگیری برا من. چرا طلاهاتو تو میخواد جشن بگیری؟ چرا خود تو طلاهاتو نمیفروشی؟ طلاها منو بفروشم. آره بفروش. از صبح که بیا اینجا بشور و بساب و غذا و اون پسر جاکشتو من بزرگ کنم و اینا، الان طلاها من بفروشم. ما چیکار من داری فوش میده جاکش؟ کس خفیچو بابا چرا گرفتی؟ چی؟ والا دیگه گرفتار شین، دیگه چیکار کنی؟ ببین اگر امسال جشن بزرگ نگرفتی مهریه میره مستقیم تو چونت. جشن بزرگ فکر چه خفیچو خبره؟ حروم زده. آخه تو کیه که جشن بزرگ بابا برات بگیری؟ بیا جلو بیا جلو بیا جلو. پسرت هم داره مسخرت میکنه. بابا بله جون بابایی. سویچاتو ببینی برم بیرون؟ آره عشقم برو برو خونه عمل کسکش، برو خونه عمل ببین داره چیکار میکنم. برو میمیرم برو باشه برو نیم ساعت یه دیگه 400 تومن برام بدین میرم. بیا جلو بیا برو. این توفیق یادم میمونه، برو بابا کسکش. به ناموسم که خودتی یادم میمونه. نیم ساعت دیگه اینجا باش. خواهرت مارگارت کجاست؟ با دوست پسرش go out. یعنی چی؟ به مادرش رفته، ناموسم به جان؟ به مادرش رفته. کجا رفته با مادرش؟ مادر من نه میگم به مادرش رفته. خب چیش به مادرش رفته؟ خودش شخصیتش به مادرش رفته. خب میگه پسرم باید بری یه بوغلمون بگیری امشب کوچولو موچولو. بله یه درخت واقعا کوچیک، بله خیلی کم هزینه. کریسمس هر چی کم هزینه تر بهتر. سال بهتر. بله عزیزم yes good. برو اینا رو بگیر بیا. پول نداره. بیا عزیزم بیا قربونه. این کمه. گفتم کوچیک بگیر. خب $2 نمیشه. چیکار کنم؟ پول بده مانی. ندارم. برو یه کارش بکن. yes dad yes برو don't تونستی cry چند نفرم بده ولی پولو بیار. یعنی جورش کن don't cry bro don't cry. یه درخت کوچیک با یه بوغلمون. چش فوقش از دوست پسره. شب بیا. چی؟ یا فوقش از دوست پسره. شب بیا. شاید بابا نوئل اینجا چیزی گذاشته بود. از این وضعیت داره مال فیلم هاست کس خود ولی باشه اوکی. برو پسرم بابا نوئل حتما میاد. شیرم تو بابا نوئل. این گوشتی بلندگوش خرابه با ای گوشی بخیر. الو سلام مامان رفتی یا نرفتی؟ قرار بود پول بدین. گفتم برو برات پول میذارم دیگه. خب 1 میلیون بدن دامن.
اول گفتی 400 الان شد 1 تومن. آیه تو من بدن یه دو ناموسن نوکرتم. ببین 500 میزنم برو، بعد اینکه اومدی یه 500 دیگه واسط میزنم برو. باش. برو ببین کامل بفهم چی شده ببینش. و حتما چکشون میکنم ولی اگه 500 ندیدی الان بهت نمیگم. الان اسمسش میاد. دستی درگو باشه الان میرم سری خونه شون چشم میندازم. برو سری برو. سلام شوهرمه. سلام عمو چطوری؟ قربون عزیزم به چی خبری نیست اینجا همه خالیه. خواستی چه خبری باشه؟ با کریسمسه. کیرا چه مسی؟ کیر مسی نه. کیرا چی؟ کیر مسی؟ کیرا مسی چشه؟ نه میگم کریسمس. رونالدو بهتره. بله عمو بهتره. عمه کجاست؟ نمیبینیمش. عمه رفته. کجا؟ رفت دهات. خب پس گفتم الان اینجا شاید تدارک گیریم کریسمس و اینا. تدارک برای چی؟ برای کریسمس؟ آها. خب من الان یهودم؟ من یهودی؟ یا تو؟ یا پدرت؟ یا مادرت؟ کی یهودی؟ حالا برای بیشتر چشم و همچشمیه بگنم دوتا خانواده مال این گوخورا نیستن میدونی که حالا عمو من با پدرم بحثم شده به تخمم. یا بعد حرف میگیم بگو حساب ندارم بگو. نه وایسا پسر جون. تو کی هستی؟ سلام علیکم چطور پسرم؟ واریو من بابا نوئلم. بابا نوئل پی گوزنات کو؟ با چی اومدی اینجا؟ راه درازی آمدم پسرم. به تخمم این چه وضعشه؟ چه وضع سر وضع انگار دزدی؟ میخوای بری کجا؟ میخوام برم بوقلمون بگیرم، درخت بگیرم، چی بگیرم برای همشه؟ پول داری؟ نه والا نمیدونم برای چیکار کنم. برم اونجا التماس کنم گریه کنم 2 دلار بهم دادی آقا جا کشم. میخوای سوراختو به باد بدی؟ دیگه برای امشب اگر باشه ما سوراخم به باد میدیم به هر حال یه شب دیگه. این پولو بگیر پسر جون. این کالا هم بگیر حتما بده به بابات. یه 4 تا کلیپ برات میفرستم از کریسمس خارجی ها بگو اینجا خونمه بفرست داخل گروه خانوادگی. من میدونم با پدرم حال نمیکنی دیگه حالا این لطفو بده بکنم. اگه اومدن اینجا چی کار کنیم؟ بگو من نیستم. کی هستش؟ عمه پشت عمت کشت زنت باش. حالا باشه بفرست برام تا براشون بفرست. نه الان میفرستم سری سنت کن دیگه. فیلتر شکن ندارم. بابا عمو طاهر ها بیا این کلیپا سری بگی میخوام برم. باشه الان میفرست. بفرستی ها. رفتی درو ببند با سرت خب. باشه این بعد پیکنیکی اینجا چی میخواد؟ کی؟ پیکنیکی دیگه به تو ربطی نداره اون آشغاله هستن دم در. خب با خودت بذارشون اون سر کوچه. باش به این کار انجام میدی. برو توف تو کشنه برو. یعنی میدونم بابام الو بابایی بابا حالت خوبه؟ آره بابا میگم اینا نمیدونی چی کار کردن که دفرستاد داخل گروه خانوادگی؟ دیدمش بود چی بودی؟ بابا قشنگ باید 100 میلیون پیاده بشی. نه بابا والا مامان جرت میده. یکم پس انداز دارم حالا برات شبا میکنم دیگه خود کارشو درست کنی که مامان صداش درش باشه 100 تا 100 میلیون باشه گفتی یه بار باشه من دیگه همه این چیزا رو میخرم با مامان هماهنگ میکنم. باشه I love you daddy. کریسمست مبارک. کریسمس حتما بدی به باباتا. چرا بدم بابام؟ این کادو مخصوص پدرای خانواده. نمیدم بابا من برای خودم میخوام. بابات میفهمه. میفهمه. تو بهش میگی جاکه؟ من نمیگم. چقدر بابا نوئل جدیدن کیری شده. از کجا آمدی؟ خود کی پسر جون. برو خریدی تو بخوری. با ماشین با استپ اومدی یا با گوزنات کوف از پرواز میکنی مثل کسخاله؟ با کجاست؟ خفه شو عرب شرفاک. به چه زبونی بودی فوش؟ سلام. آنتی جون مامان جون تعریف کن ببینم. بابا چی شد؟ گروه چک کردی؟ آره دیدم چه چیزهایی چیده بودم. اینا همین علیکیه من برای فرستادم.
علی کیه؟ آه بابا اصلا زندگیشون به گاه رفته، همه قهر کرده رفته. اه. بعد اون دعایی بود که گفتی به جاسوری قبلی، خب ناموسه الان میبینم پیکنیکی تو حیاتشونه. اه اصلا مادرشونو گاهیدی، چرا این کار با مردم میکنی؟ گفتم یه چه گناهی کردم تو مادرم جونی؟ گفتم یه دعایی بذارم زندگیشون یکم بد کن، نمیدونستم انقدر بد میشه. بابا اصلا اوضاعشون خیلی بده. ای بابا. همون چهار داشت تریاک میکشی، اصلا خیلی اوضاع خیته. نگاه کن ولی من این حرکت رو زدم یه 120 میلیون از بابا بگیرم. 20 میلیون گرفتی ازش؟ گرفتم. خوبه آفرین 10 من 10 تو نه با 5 تا یه سفره بچین عروسک. 15 تا من 5 تا تو سری باش. باشه قبوله. قبوله. الان برات میزنم. بزن من سری اون 1 میلیون رو به نمیدم ها، 15 میدم. باشه 15 باشه بزن. حله. خب پس دیگه خودت بچین دیگه. با باشه. 5 میلیون هم بچینی حله. باشه اوکیش میکنم اوکیش. دعوتشون هم بکن بیان ننشون گاهی نمیشه. حل درخت رو بکن تو چونش. باشه دمت گرم پسرم آفرین. عزیزم خیلی دوست بگیره دارم. بجلو توف تو صورت. چرا توف میکنی؟ برو کم شو دیگه. هیچ وقت عذاب نداره. برو. دیوید Dad, I'm coming. Dad. دیوید خرید کردی؟ بله. آفرین. من خریدم. اضافم اومد تازه. $2 کافی بود برای؟ آره خیلی کافی بود. دمت گرم، دست در نکنه. بقیه‌شو میتونم نگه دارم یا بدمش به بدش من. این 50 سنت ها. بابا نوئل کمکت نکرد؟ نه. او وسط مثل تو؟ نه میگوشت خاله بابا نوئل خاله چیزیه کلا الکیه. نه بابا واقعا بابا نوئل فکر کنم به تو سر نه، داد. نه. کادو نداد به من؟ بدی به من؟ نه بابا نه. راستشو بگو. این حرفا چیه بابا نوئل؟ دیوید نیومد. دیوید دروغ. جان مادرم نیومد. بابا کست مادرت. نه. مادرت چیه؟ مادرت ما رو ول کرد برشم مرد. بخوای ما رو ببینید آخه پرانتی؟ خب نیومد چیزی. خب این کی میاد پس آقا؟ نمیدونم ما دعوتشو نکردیم. های کردی چی دارم؟ نگاه کن. عالی دست در نکن. آره. عالی دیگه دلت خنک شد راحت شدی. تو خوبه. دینگ دنگ. اومده بفرما دیش داخل. جا ها؟ سلام علیکم. میگم اوچی ها چی دین؟ آره دیگه آره دیگه چیکار واسه کنی؟ کریسمس چیدیم آره. و ایشالا که میگم به چرا عمه نیومد؟ عمو همه بهت گفتم دهاته کسخال چند بار بهت بگم. برای چی رفته آخه؟ خب ببین بابا من دارم میرم از خونه بیرون. من کجا دارم میری میرم. پسرم؟ کجا یا میری؟ با دوستام یه تابی بخورم بیرون. تاب سری بیا مهمون داریم زشته سری واسه بیا. شام باشه بوغلمون گذاشتم ها عمو ها داریا برات بگیرم. چی؟ چی؟ بشتنی میگم پیکنیکی دارین داخل خونه تو؟ من رفتم خدا. پیکنیک دارین؟ پیکنیک؟ پیکنیک واسه چی؟ خود چیزی گرم کنی؟ حالا دیگه نه اون میگم اون پیکنیک بود قبلا با هم دیگه میزدیم کمر صف میکردیم یادته؟ آره یادش بخیر. اونو گاز داره؟ آره تو پیکنیک انباری. میگه آره پیکنیک ما رو غذا رو میگه بنده خدا. کمری صف کردم کل تایفت دادم حتی اخارش شروع کردم ولی میگم کست خله چقدر خرج کردی برای سفره؟ چی میگی؟ نمیدونم. ما حدود بگم که 100 میلیون اینا هزینه اینجا شد آره نگاه کن کادویی که بابا نوئل به داده رو بدیم به من. تو از کجا میدونی بابا من خودم خریدمشم. من بابا نوئل بودم. بدش من جای جا کش خواستم بابا نوئل حال کنی ببینی انگار آدم نیستی. خب گیرم تو دهنت. بری نگاه کن دیوید بیرون داره برف میاد. عجب کریسمسی. آره بابا داره برف میاد آره خیلی کریسمس آره. خوبیه. خیلی برفش خوبه ها خیلی خوب دیوید جاکش پولو بیار کادمو بده. آره ما حدود 100 میلیون آره خرج کردیم خرج کردی؟ کشتون خود ناموسه این با 2-3 میلیون جمعه چی فکر کردین؟ 2 میلیون؟ البته یه 20 میلیونی خرج کرد ولی خب 20 میلیون؟ با 100 میلیون زمان به حساب بچه 100 میلیون زدی کو بیا رسیدش ببین شباه کردم چی؟ 100 میلیون خب من گفت 20 میلیون تو گفت 20 میلیون؟ من گفت 20 میلیون تازه من فقط رفتم 2 میلیون خرج کردم سفره کردم اوه
بابا چه کسبازاری سر من داره کلاه میزنی شما باد میکنه جیسس کرایست. این چی میگه؟ آبرومون رفت جفتمون بود. شما داری چیکار میکنی تو این بایستا منزل زنگ بزنم. بایستا زنگ بزنم بگی. زنگ بزن به کسکش الو الو کجایی؟ الو کجایی؟ من بیرونم با دوست دخترم بیرونم. بیا اینجا بیا خونه. بابا من الان واسه مهمونی هم تو رو بیا بگو بیا خونه خونه ببینم. بیا خونه یا نه؟ بابا اصلا من الان بگو الان بره من رو لباس- اولی کم من الان میام. من الان لباس بابا نوئل واسه پوشیدم من الان- دارم میرخشم.